دوستان درود و سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت 4 درازکش در خدمتتون هستم و میخوایم بخش 4 کتاب اوسیان رو این هفته میخوام براتون بخونم و امیدوارم که دوستش داشته باشید، کیف بکنید. منتظر نظراتتون هستم. من رو هم دنبال بکنید اگر دوست داشتید و ازمون حمایت کنید. دم شما گرم. فعلا بریم سراغ کتاب. خب بریم ببینیم چی میشه. در 5 شنبه گرم در حیاط خانه شماره 37 واقع در خیابان پستالوسی، جلوی کلیسایی با آجرهای زرد رنگ، کلیسایی در میانه خیابان که دور تا دورش چمن بود، انگار که بنا بود از باقی ساختمان ها متمایز شود. این توضیح توی پرانتز بود این قسمت ها. آندریاس پوم هوس کرد مارشی بنوازد. در واقع شاید به چیزی شورانگیز نیاز بود که فضای رخوت آلود آن روز را به هم بزند و او را از کرختی در بیاورد. آندریاس پیچ کوک روی بدنی سمت چپ جعبه موسیقی را چرخاند و تنظیمش کرد، طوری که سرود ملی را پخش کند و اهرم را چنان با سرعت چرخاند که ابهت آن آواهای شکوهمند از دست رفت و شتاب زده و بی هیچ مکسی بیرون جهیدند و واقعا دیگر آهنگ دست کمی از مارش نداشت. 5 بچه توی محوطه ایستاده بودند و 2 دختر خدمتکار مجذوب و متحیر به لبه پنجره تکیه داده بودند. سر و کله زنی سیاه پوش از دالان خانه‌ای پیدا شد و با قدم‌های مردانه و مصمم به سمت آندریاس رفت و پشت سرش ایستاد. دست قویش را روی شانه آندریاس پوم گذاشت و گفت: گوستاو عزیزم دیروز فوت کرد. یه آهنگ غمگین بزن. با اینکه آندریاس اصولاً آدم ترسویی نبود، جا خورد. دستش از حرکت ایستاد، طوری که دسته اهرم همانطور در حالت عمودی ثابت ماند. بعد رویش را برگرداند. افسوس خورد که آن دست قوی و گرم آهسته و با تردید از شانه‌اش پایین سریده بود. به صورت گل انداخته بیوه‌زن نگاه کرد و از قیافه‌اش خوشش آمد. اگرچه فرصت نکرد که سنش را حدس بزند، یک آن به نظرش آمد که آن خانم بلوند سیاه پوش بیوه‌زنی است در سنی که با آن بهترین سن میگویند. این حدس و گمانها اما حاصلی در بر نداشت. فقط حسی مبهم به او میگفت که این زن از همان لحظه که پا توی محوطه گذاشته وارد زندگی او هم شده است. گویی نوری در دلش تابیده بود. گویی انگار آندریاس اینجا دلو داره میبازه و داستان خیلی شیرین و جالب میشه. آندریاس گفت با کمال میل و سرش را اندکی خم کرد، انگار که آهنگ غم‌انگیز تدارکات ویژه‌ای بطلبد. آندریاس با طمأنینه خاصی کوک تنظیم آهنگ سرود ملی را چرخاند. تابی به اهرم داد و دسته اهرم به سمت پایین سر خورد و ادامه آهنگ قبلی از دل جعبه بیرون زد، مثل خمیازه نیمه تمام و فرو خورده. بعد کوک چهارم از آخر را چرخاند و لحظه‌ای بین لورلای و بر سر چشم پسرک نشسته مردد ماند. این 2 اسم آهنگ بودن ها. آندریاس لورلای را انتخاب کرد چون به نظرش آمد که این ترانه برای آن زن بیوه آشنا باشد. حدسش درست از آب درآمد. بیوه زن که به اتاقش برگشته بود تا با خیال آسوده در کنار پنجره‌اش از ملودی غم‌انگیز لذت ببرد، بنا کرد به خواندن.
با بی‌صبری و جاه طلبی از دستگاه پیشی می گرفت. انگار که بخواهد به خودش و شنونده های آهنگ ثابت کند که آن را از بر است و به دستگاه متکی نیست. در حالی که آندریاس برخلاف شتابی که زن به خرج میداد معتقد بود که این ملودی باید به ویژه آهسته نواخته شود تا اندوه نهفته در آن بهتر خودش را نشان بدهد و به همین دلیل اهرم را آهسته میچرخاند. خودش هم مغلوب حسی شده بود که در لحظات خطیر زندگیمان بر ما چیره می شود و ما طی آیینی با شکوه با کمال میل تسلیمش می شویم. آهنگ لورلای حدوداً 1 ربعی طول کشید و بعد بیوه‌زن با کیک، نان و کیسه میوه دوباره در محوطه پیدایش شد. آندریاس تشکر کرد. بیوه‌زن گفت بلومیش هستم. منس اسم خانوادگی پدریمه. بعد مراسم خاکسپاری باز هم تشریف بیارید. آندریاس فکر کرد بهتر است با خانم دست بدهد. پس دست کشید و در حالی که انگشتان به هم فشرده زن را در دست می فشرد گفت تسلیت میگم خانم بلومیش. آن روز آندریاس دیگر صدای جعبه موسیقی را در نیاورد. راه افتاد سمت نیمکتی که جلوی کلیسا بود. کیک و میوه را خورد و نان را توی ساکش گذاشت. بعد طبق معمول راه افتاد سمت خانه. مدتی میشد که ویلی میخواست به رخت خواب برود، اما از ترس اینکه بخوابد و دوباره بیدارش کنند تا در را برای آن علیل باز کند منتظر مانده بود. وقتی آندریاس وارد اتاق شد ویلی جواب سلامش را نداد. آندریاس ناراحت شد. آن روز به خصوص به ویلی احساس خوبی داشت. چراغ الکلی را بیرون آورد تا چای را دم کند. سکوتش ویلی را عصبانی می‌کرد. دنبال این بود که با آندریاس جر و بحث کند. به همین خاطر درآمد که اگه فردا دوباره اینقدر دیر کنی جعبه موسیقی تو خرد میکنم. یا باید یا سر وقت بیای، هر جای قانونی داره. آن روز به این راحتی ها نمیشد آندریاس را عصبانی کرد. امان از عشق و عاشقی ها. لبخندی به ویلی تحویل داد. نان را روی میز گذاشت و با ادب و وقار مردی دنیا دیده گفت از خودت پذیرایی کن آقای ویلی. ویلی گفت فراموش نکن که باید سر وقت بیای خونه باشی و پشت میز نشست. با خودش گفت چه آدم بامزه‌ای و دیگر صلح برقرار شده بود. ویلی هنوز تکه‌ای سوسیس از آخرین گشت و گذارش داشت. به میخی کنار تختش آویزانش کرده بود. آرام برش داشت و به 2 قسمت تقسیمش کرد و نصفش را به آندریاس داد. آندریاس احساس کرد باید موضوعی را با ویلی در میان بگذارد. امروز با یه خانمی آشنا شدم. ویلی گفت مبارکه. یه بیوه به اسم بلومیش. جوونه؟ آره جوونه. ای خرشانس. شوهرش دیروز مرده. خب پس رفتی تو کارش؟ نه. عجله کن رفیق. بیوه ها زیاد منتظر نمیمونن. آندریاس این توصیهش را به خاطر سپرد. ویلی در نظرش جزو آدم حسابی ها نبود، اما باید قبول کرد آدم های از این قماش زنها را بهتر می شناسند و تجربیات زیادی در این زمینه دارند. شاید بد نبود و حتی ادب و نزاکت حکم می کرد که در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. اما شاید هم با در نظر گرفتن همسایه ها کار درستی نبود. و همینطور شاید برای خانم بلومیش هم اصلا خوب نبود. یک جورهای آزاردهنده بود که نام کوچک خانم بلومیش را نمیدانست. توی خیالاتش خانم بلومیش خطابش میکرد، اما احساس میکرد که دیگر برایش خیلی غریب نیست. هرچه بیشتر بهش فکر میکرد بیشتر به او احساس نزدیکی میکرد. هیچ آدمی روی این کره خاکی از آن زن به او نزدیکتر نبود.
فکر میکرد هیچ کس به اندازه او به آن زن نزدیک نیست، با اینکه هیچ مدرکی برای اثباتش نداشت. آیا به خاطر غم و اندوه همسر تازه از دست رفته بیوه زن نبود که آشنایی با او و محبتش نصیب آندریاس میشد؟ آیا یک زن به همین راحتی فراموش میکند؟ و اگر زن از پس این کار برمی آمد، آن وقت ارزشش را داشت؟ چه کسی از کار زنها سر در می آورد؟ که می دانست شوهر آن زن چه مدت دراز به دراز در بستر بیماری افتاده بوده. اشتباه شد، ببخشید. زن بیچاره احتمالاً چه مدت به اجبار خود را از شادی‌های طبیعی زندگی محروم کرده بود. آندریاس عمیقاً دلش به حال زن می‌سوخت. امروز هم باز آندریاس با چشم نیمه باز داشت دخترک را نگاه می‌کرد. اما این بار از سر حسادت نبود، بلکه می‌خواست مقایسه کند. آن لحظات کوتاه توی آن محوطه کافی بود تا دستش بیاید خانم بلومیش چطور اندامی دارد. او توپر بود و میشد دید که چگونه لباسش بدن سرکش و بزرگش را گویی در یک نبرد مطیع خود ساخته است و اینکه چگونه لگن پهنش با قدرت و بی امان به شکم بندش فشار می آورد. اینکه چگونه همه چیز اندامش متناسب بود و چیزی از اندازه خارج نبود. دستان گرمش زندگی بخش و هوسناک بود و آن چشم‌های قهوه‌ای که از فرط گریستن سرخ شده بودند همچون دو گوی گداخته در آتش میل می‌سوختند. آیا مردی مثل آندریاس لایق چنین زنی بود؟ به آن زن چه می‌توانست بدهد؟ به رغم پای ناقصش که گهگاه پیش از روزهای بارانی درد می‌گرفت، میشد او را آدمی سالم به حساب آورد. اما مشکل این زندگی نابکار بود. آندریاس قوی بنیه بود، با شانه‌هایی پهن، بینی فوق‌العاده باریک و قلمی و عضلات برآمده و موهای پرپشت و قهوه‌ای، و کافی بود اراده کند و عضلات صورتش را منقبض کند تا نگاه برنده و عقابگون مردی جنگی را پیدا کند. به ویژه وقتی که سبیلش که هنوز سیاه بود به طرفین تاب داده میشد و با روغن چرب میشد. این خیلی جای قشنگیه که ما میفهمیم مثلا آندریاس چه چهره‌ای داره و چه شکلیه تقریبا. در مسائل عشقی دیگر جوانکی خام و بی تجربه نبود و همین حالایش هم پس از مدت‌ها خویشتن‌داری سرشار از نیروی مردانگی بود. یه توضیح بدم، حالا اشتباهاتی صورت میگیره دیگه، ما رسممون اینه توی درازکش و دوباره تکرار میکنم، مثلا میخونم. حالا امشب هم که خیلی درگیر بودم تو این هفته، امشب دارم ضبط میکنم که فردا عصر برای شما بذارم این ویدیو رو و یه کمی این سردرد و یه حالات بعدی که امروز داشتم همه چیز رو به تعویق انداخت و یه ذره کار رو پیچیده تر میکنه، ولی خب اون خورده ها رو دیگه به ما ببخشید. خب سرشار از نیروی مردانگی بود. مردی بود که میتوانست بیوه زنی پرتوقع را راضی کند. آندریاس غره به خود با این خیالات در سرش به خواب رفت و در همان حال و هوا بیدار شد. پس از مدت‌های مدید برای اولین بار، درست مثل زمانی که برای خدمت در ارتش احضار می‌شد، موقع لباس پوشیدن خیلی دقیق و طولانی خودش را توی آینه برانداز کرد. به صلیب فلزیش ها کرد و با آستینش تا آنجا که امکان داشت برقش انداخت. قبل از آن که موفق شود فرقش را از جای مناسب باز کند، 3 بار موهایش را به اینور و آنور شانه کرد. بعد یک راست راه افتاد به طرف خیابان پستالاتسی.
بین راه به این فکر افتاد که زیاد ریشش را اصلاح نمی کند. 2 روز در هفته، جمعه و سه‌شنبه، به آموزشگاه پیرایشگری می رفت، جایی که کارآموزان ریش آدم را رایگان اما با درد زیاد می تراشیدند. اما این آموزشگاه و 2 بار تراشیدن ریش توی هفته به نظر آندریاس برازنده مردی که در نظر داشت بیوه‌زنی زیبا را پیوسته و عمیقاً تحت تاثیر قرار دهد نبود. همان سرخوشی حاصل از کامیابی که ما با رضایت خاطر تسلیمش می‌شویم وقتی از پیروزی خود مطمئنیم، حالا آندریاس پوم را در بر گرفته بود و به آن آدم عموماً محتاط و ملاحظه‌کار دل و جرأت بخشیده بود. این خصلت انسان دیگه، عشق و یک سری شور و امید که وجودش میاد، حالا به شکل عشق، خیلی زیبا میشه و میخواد که آدم بهترین حالتش باشه. و با اینکه جعبه موسیقیش عموماً موجب تعجب میشد، با همان ادب و احترام و در عین حال گرما و صمیمیتی مواجه شد که مثل نسیم بهاری صورت تمام کسانی را که وارد آنجا می شدند نوازش می کرد. خب تا اینجا که خوندم یه ورق و نصفی مونده، یعنی 3 صفحه تقریبا، 2 صفحه و نصفی. تا من یه ذره آب میخورم، شما توی کامنتات و دیدگاه ها بنویسید نظرتون رو در مورد اتفاقی که تا الان افتاده توی درازکش و داریم ادامه میدیم. که دوست دارید، ندارید، چرا دوست ندارید، اگر ایرادی هست، چیزی هست به ما بگید. میپذیریم با آغوش باز، با روی باز. خب آقای عاشق ببینیم میخواد چی کار کنه. یه ذره شکل دراز کشیدن رو عوض کنم که میکروفونم که درسته. و خب بریم. خودش را توی آینه برانداز کرد. صورتش با پودری سفید شده بود و فرق سرش به خاطر واکس مو می درخشید و با غرور و رضایت خاطر بوی خوشی را که ازش برمیخواست تو میداد. تصمیم قاطعانه گرفت که دیگر پا توی آن آموزشگاه نگذارد و جایش مرتب به سالن‌های معتبر سر بزند. دستی به پوست سر و پیشانیش کشید و بالای بینیش را چین انداخت. 2 چین کوچک و جذاب و به این شکل همان نگاه عقابگونی را پیدا کرد که همیشه در لحظات خطیر دوران خدمت در ارتش در چشمانش دیده میشد. بعد با حرکتی در نهایت ظرافت جعبه موسیقی را روی دوشش انداخت، طوری که انگار گروهبانی است که شمشیرش را حمایل خود کند. توی خیابان به نزدیکی خانه شماره 37 که رسید، تردیدهای جور و جور از هر دستی مثل دسته مگس مزاحم به ذهنش هجوم آوردند. تصویرسازی رو ببینید چقدر قشنگه، هم کار مترجم هم کار نویسنده اصلی. احساس کرد آدم خودخواه و سنگدلی است. آدمی سرد و در عین حال خودپسند که به هیچ وجه ملاحظه روزهای پردرد خانم بلومیش را نمی کند، که شاید غم‌انگیزترین روزهای زندگی آن زن جوان بود و به شکل جلفی خودش را آراسته است. اگر آندریاس با این سر و شکل پیش او ظاهر می شد، با خودش چه فکری می کرد؟ آن هم وقتی که او را فقط 1 بار دیروز آن هم با ظاهر همیشگیش دیده بود. آیا حق نداشت چنین چیزی را توهینی به خودش تلقی کند؟ رنجید خاطر نمی شد یا حتی برایش دردناک نمی بود و یکه نمی خورد؟ شاید اصلا درست نبود که امروز بلومیش بیوه را ملاقات کند. کمی هم باید از آن مرد متوفا خجالت میکشید که هنوز هم به خاک سپرده نشده بود.
آندریاس دلایل زیادی داشت که به آن بیوه زمان بدهد تا با مسئله فقدان شوهرش کنار بیاید. در ضمن آن زن نه برای امروز بلکه برای فردا به او سفارش داده بود، یا بهتر بگوییم خواهش کرده بود. از زمانی که آندریاس با جعبه موسیقیش در محوطه خانه ها موسیقی اجرا می کرد، هیچ وقت مثل آن روز بخت با او یار نبود. دلیلش هر چه که بود، چه ساعات گرم روز که همه را مجبور می کرد پنجره هایشان را باز بگذارند و به بهانه صدای موسیقی لبه پنجره ها لم بدهند و نفسی تازه کنند، و چه خود آندریاس که صورتی صفا داده بود و آنطور آراسته با آن نشان صلیب براقش به چشمشان دلنشین آمده بود. معلوم نبود چرا از همه جا بر سر آندریاس پول می‌ریختند و او باید مدام با زحمت زیاد دلا می‌شد. دیگر جای هیچ شکی نبود. بخت و اقبال همزمان با ورود بلومیش بیوه به زندگی آندریاس به او رو کرده بود. و آندریاس تبسم کنان، نرم خو و مهربان، همچون پرتوهای آفتاب در حال غروب که دیگر بر روی شیروانی خانه ها آرام گرفته بود، به خانه برگشت. خیلی زودتر از آن که هوا تاریک شود، با سلامی گرم برای ویلی بر لبهایش و با اشتهایی زیاد که اغلب حاصل احساس رضایت خاطر است. خب بهتر بود جمله آخر رو بگیم با سلام، اینجوری لحنش خوب در نمیاد. با سلامی گرم برای ویلی بر لبهایش و با اشتهایی زیاد که اغلب حاصل احساس رضایت خاطر است. خب اون تیکایی که مثلا اشتباه میشه و تکرار میکنم، گفتم توی قسمت قبلی، میشه که در بیاد و مثلا جایگزین بشه و درست باشه، همونجوری که کتاب صوتی ضبط میشه، یک برشی داده میشه، دوباره گوینده میخونه. ولی اون حسه دیگه وجود نداره، اون چیزی که ما تو درازکش داریم که حالت دوستانه است و میخوایم دور هم کتاب بخونیم و کیف بکنیم و یه استراحتی کنیم یا به خواب بریم در کنار هم و در ذهن هم دیگه با کتاب. خب این بخش 4 هم تموم شد. تقریبا دیگه هفته آینده هم بخونیم، فکر کنم کتاب نصف میشه. حالا شما نظراتتون رو بنویسید در آخر هم که پایان دادیم همه چیز رو. ببینم این چند فصل بود؟ 19 تا فصل داریم. حالا اگر شما خواهان بشید که ما قسمت ها رو طولانی تر بکنیم، مثلا دو قسمت یا 3 قسمت از کتاب رو میخونیم که زودتر به پایانش برسیم. این از این. و یک مشورتی هم ازتون میخوام، اگر دوست داشتین برام بنویسید که اگه دوست دارین مثلا در مورد یک مسائل دیگه، مثلا در مورد سینما حرف بزنیم توی درازکش، بیام یک فیلمی رو در مورد یک فیلمی صحبت کنم و نظرمو بگم، مثلا اگر ندیدین یا بهتون معرفی کنم، بعد اینکه چه کتابایی بخونم، چجوری پیش ببریم درازکش رو، خیلی به من کمک میکنه. برام بنویسید، ممنون میشم. و دم شما گرم که تا الان گوش دادید. خیلی مخلصیم و ارادتمند. تا هفته آینده، فعلا خداحافظ.